بیماری آبکان به اصطلاح روسی ویتریان که بین کودکان و نورسان بیشتر ظاهر می‌یابد. این بیماری خاصیت سرایتی دارد. علامت‌های بیماری آبکان بلند شدن حرارت بدن و در پوست پیدا شدن دانه‌چه‌های خرد و کلان میباشد. ماهره یوسف و دکتر کلانی طبی عائلوی مرکز سلامتی رقم 5 شهر خوجند میگوید دوامناکی این گونه بیماری از ایمنیته بیمار وابسته میباشد. مولجه چنین بیماران اول نوشوکی بسیار برای شستن همون ویروس ها و از روی علامت های سیمپتوماتیکی اگر حرارت بلند داشته باشد ژرپنیژاющие داروها و بر ضد ویروسی دارویی که به انکشاف این ویروس باز می‌دارند ما توصیه می‌دهیم و محلول‌های دезинфекционی مثل محلول فوکسین رو به علامت‌هایی که در پوست پیدا می‌شود همون پایترچه‌هایی که آبله دارند همین محلول فوکسین استفاده برده می‌شود. انگیزنده آبکان ویروسی است که به تاثیر محیط بیرون چندان تاب‌آور نبوده بیرون از ارگانیسم آدم در دوام چند ساعت می‌افتند. ویروس‌ها توسط عطسه و هنگام گپ زدن به اطراف پهن گشته به ارگانیسم کودکی سالم طریق نفس‌کشی داخل می‌شود. گرفتاری بیماری آبکان در یک هفته اول سرایت‌یابی به اطرافیان خطرناک میباشد. به این بیماری هم کودکانی متشکل یا که به باغچه میرفتگی یا هم کودکانی نامتشکل که به کودکستان یا که مکتب نمیرن گرفتار شدنشان ممکن چون که بیمار میتواند در مدت 2 هفته این ویروس را جدا کند و هنگامی نزدیک بودن با کودکی سالم کودک به گرفتاری این بیماری شدنش ممکن. کودکان سنی 1 ساله تا 5 ساله بیشتر به بیماری آبکان گرفتار می شوند. دوره خروج بیماری اولی فصل بهار و تیر ماه می باشد. دوامناکی اوجگیری بیمار 4-7 روز را در بر می گیرد. بیماری آبکان نه تنها در سنی خردی بلکه در دیگر سن و سال نیز در انسان پیدا می شود. شخصی که در همون حیاتش یکم بار به این بیماری گرفتار نشده است البته در خون چنین شخص آنتی‌تیلا بر ضد این بیماری نیست و ایمونیتت هم ندارد. برای همین هم هنگامی در یک خانه در علاقه بودن با چنین بیماران میتواند حتی شخصی کلان هم به این بیماری گرفتار شود. هنگام گرفتار شدن به بیماری آبکان بستری نمودن شخصی بیمار حتمی می باشد. پرهیز کردن نیز در دوره معین ضرور است. معالجه بیمار در شرایط خانه گذرانیده می شود. دکتران میگویند که گرم کنی بدن نیز خطرناک است زیرا هر چقدر بیمار گرم شود و بدنش عرق کند همانقدر در بدن او حبابچه ها زیاد می گردند. برای این باید هوای خانه را زود عوض نموده بالاتر تر فرش و رفاه را از چنگ و غبار تازه نمود. بیمار را به مرکز سلامتی بردن به اطرافیان نیز خطر دارد. методҳое ки барои пасткунии ҳарорати баланд мисол физический метод мегӯем ки додани хабҳои парацетамол истифода бурда мешавад барои ама бояд қайд кард ки ҳангоме ки ҳамин бемор ба бемории обакон гирифтор мешавад албаски ин бемори вирусӣ аст умуман додани антибиотик қатъиян манъ аст чунки антибиотик боз кӯдака организмش سیرویدنوپذیرش پست کرده برعکس همین بیماری ویروسی بدتر وزن‌تر گذشتنش ممکن. برای همین ما هنگامی بیماری آبکان آنتیبیوتیک توصیه نمیدیم. از سبب سرایت انگیز بودن بیماری آبکان شخصی سرایت یافته را از دیگر کودکان جدا نمودن حتمی است. بعضی پدر و مادران را مشاهده کردن ممکن است که به حالتهای تغییریابی ارگانیسم فرزندانشان اهمیت نداده آنها را به باغچه کودکان میبرند و دیری نگذشته معلوم می شود که این کودکی بیمار دیگر کودکان را نیز مبتلای آبکان کرده است. گزارشی سومن حمیده و نعیم ایوبوف خبر.